به برنامه کی میخواد میلیونر بشه خوش اومدی. امروز یه مهمون استثنایی داریم. این شما و این موشلی. خب بگو ببینم شغلت چیه؟ قرار بود ولی فقیه مملکت بشم، ولی الان دیگه ماستم نمی بردم. میبینم که بعد از 37 سال بخور هنوز خوش اشتهایی. حالا برای چی لنگ جایزه $1,000,000 این مسابقه شدی؟ خزانه خالیه، همه نونخورا و نوچام خوردن به خنس. گفتم بیام اینجا، همین دست پولم غنیمته، خب بگیرم بزنم به زخمام. زخمات؟ میگه به زخماش بزنه. چی شد؟ تو مگه سرمایه دار نبودی و این همه هلدینگ نداشتی و امپراتوری مالی نداشتی؟ پولامو زدم توی اتمی، باد هوا شد. کلی تو سوریه خرج کردم، اونم به فنا رفت. توی اغتشاشم که بانکام آتیش زدن. الان تحریمم که شدید شده، ماشه هم کشیده، دیگه راهی ندارم. خانوم ها و آقایان، پس موشلی روزخون از ته تونل اومده بیرون، میخواد میلیونر بشه. خب اولین سوال این مسابقه اینه: خاله کدوم حیوان به دوستی با انسان معروفه؟ جواب A زرافه، B شتر، C کوسه و D خرس. اگر این سوال رو درست جواب بدی $100,000 جیرینگی توی جیبته. یادمه یه شب من بی تربیت فرستادم رئیسی رو مأموریت. ابرام گفت از ما شما ناهار خوردی، گفتم برو بابا به رومو بردی. خلاصه سوار هلیکوپتر شد، بعد از اونم بای ماجر واجر شد. ابرام من یه دفعه شد آن گوزمان، اونم کجا تو جنگلای ورزقان. رفت و با خودش دل منم بردش، یه خرس اومد گذاشت لای نونو خوردش. گزینه دی یعنی خرس. مطمئنی؟ آره، چون اون بدبختی بد جوری روی مخم رد انداخت. ببینیم کامپیوتر چی میگه. بله، خرس درسته. و شما همین الان $100,000 به جیب زدی. میخوای همینجا بازی رو تموم کنی و پولو برداری بری یا ادامه میدی؟ 100,000 تا که پول چاشنی یه موشک هم نمیشه. من ادامه میدم. باشه، بریم سوال بعدی. کدوم یک از مواد طبیعی نرمترین گزینه برای تولید لباسهای تابستانیه؟ گزینه A کنف، گزینه B پنبه، گزینه C پشم و گزینه D کتان. این روزا من خیلی ذلیل و تنها، همش تو فکر اون نیابتی هم. را میرم هی تو دخم دلا دلاش، میریزم واسه حسن نصرالله. یادش به خیلی چه حوصیایی داشتیم، تو منطقه برو بیایی داشتیم. خاکیزمون به جای رشت و تهران، بغداد و صنعا بود و قلب لبنان. آرزوی هلالشی داشتیم، بمب کنار جاده ای میذاشتیم. جمعه عشق و حال گذشت شنبه شد، هرچی که من رشته بودم پنبه شد. پاسخ بی یعنی پنبه. مطمئنی؟
نمیخوای از جمعیت سوال کنی؟ نه بابا، هیچ کدوم از اینا به اندازه من پنبهشون زده نشده. میل خودته، ببینیم پاسخ صحیح چیه. یبسیه، یعنی جواب درست داد. الان 300,000 تا توی چنگته. چی کار میکنی؟ بازم ادامه میدی یا اینو بر میداری و میری؟ من دیگه جایی برای رفتن ندارم. ادامه میدم. خب بریم سوال بعدی. نام یک غذای سنتی عربی است که با چرخوندن لایه لایه گوشت روی سیخ تهیه میشه. گزینه A دونر کباب، گزینه B تاکو، گزینه C شاورما و گزینه D بریانی. این شما و این موشلی. نمیدونم. اوه ظاهرا سخت شد. نمیدونی مگه ولی امر مسلمین جهان نبودی تو؟ من مدت هاست فقط نون و پنیر میخورم. خالی نبند. ولی اگر میخوای میتونی از یه دوست کمک بگیری. پیشنهاد خوبیه. بگو بشار بیاد روی خط. خب از اتاق فرمان میخوایم که بشار رو بهش وصل کنن. الو عظما، مگه قرار نبود با من تماس نگیری؟ ردم رو میزنن. جواب سوالو بده. اسم اون غذا عربیه چیه؟ من مدت هاست که فقط دارم اینجا بیف استروگانوف میخورم. اونو باید از عراقچی میپرسیدی. خاک تو سرت کنن که هیچ وقت به دردم نخوردی. عراقچی هم پاسدار دیپلماسی، برام نمونده حتی یک پاپاسی. با این همه کارم مذاکراته، البته به شیوه التماسی. عظما بهم 100 باری اینو گفته، یه کار کنم از تک و تا نیفته. وقتی دیدیم اصلا توی قوریه، علیه اون سنبه پر زوریه. عظما بهم گفت که برم سوریه، بگم که اوضاع خوبه گوریه. رفتم دمش مقابل دوربینا، دادم سفارش 2 سپر شاورما. یه هفته بعد از اون بودش که بشار جیم شد و رفت به روسیه الفرار. عراقچی هم پاسدار دیپلماسی. فکر کنم جواب درست گزینه C یعنی شاورما باشه. خب دیگه اینو باید از کامپیوتر بپرسیم. بله، جواب درست شاورماست. تا الان 500,000 دلار رفت توی جیبت. دیگه جایی برای انصراف نیست. تا ته تونل باید بیای. میریم سوال بعدی. کدوم اقیانوس بین قاره‌های آفریقا، آسیا و استرالیا واقع شده و دریای عرب رو هم در بر میگیره؟ A اقیانوس اطلس، B اقیانوس هند، C اقیانوس آرام و D اقیانوس منجمد شمالی. با وعده نون و وفاق و فندق، عظما بیرون داد منو از تو صندوق. از اولش که بستنم به گاری، نظامه و دولت و عضویاری. نه برقی هست نه آبی هست نه گازی، به من میگن سلطان ناترازی. اروپا هم با مکانیزم ماشه، گفت بهمون پاشید که آخراشه. نفت کشامون با نفت خام و زنده، عاطل و باطل بدون مشتری. تو اقیانوس بیکران هنده. گزینه B اقیانوس هند. گزینه B مطمئنی این آخرین جوابته؟ بله مطمئنم. پس دیگه شانسی برای تغییرش بهت نمیدم. کامپیوتر جوابشو چک کن.
خانم ها و آقایان، اقیانوس هند درسته. موشلی امروز خیلی خوب اومده و حالا میرسیم به آخرین سوال میلیون دلاری. در ساختار اداری ایران کدوم نهاد مسئول نظارت و اداره امور یک یا چند شهرستانه؟ گزینه آ فرمانداری، گزینه B بخشداری، گزینه C دهیاری و گزینه D شورای شهر. یه فتنه داغ و پدر در آر، جرقه زد یه روز دی تو بازار، تا اومدیم بفهمیم که چطور شد نظاممون ضربه رو خورد و خور شد. ریشه ولی فقی و آتیش زدن، بسیجی ها ترسیدن و ریشه زدن، کوچه ها پر شد از شعار و کوکتل، رفتن تو لیست سپاهی های بزدل. فتنه گرا با آتیش رگباری، رفتن یه راست به سمت فرمانداری، آره به سمت فرمانداری. پاسخ A درسته، یعنی فرمانداری. اوکی، آخرین سوال و آخرین پاسخ. ببینیم کامپیوتر چی میگه. واو، پاسخ ای درسته. باریکلا. خب ظاهراً موشلی میلیونر خاکسترنشین این برنامه شد. پول رو سریع رد کن بیاد، زیاد رو زمین موندم. باید جیمشم برگردم تو دخمه. هوگی هاب بایسا، هنوز کار داریم. کسی که بعد از 37 سال سلطنت اومده اینجا جایزش $1,000,000 نیست، جایزش اینه go to hell، یعنی برو به جهنم. آی اینم از سرنوشت دیکتاتوری که ولکن کرسی ولایت نبود. بای بای. دنیا اینو میدونه که کار نظام تمومه، آفتابه یه عمر نظام حالا دیگه رو بومه. بابا مردیم، بابا مردیم، نه لبنانی مونده دیگه، نه بشاری تو سوریه، عمق استراتژیکمون توی قوریه. بابا مردیم، بابا مردیم، اتم رو فشار کردن، نظاممو تا کردن، آتیشو برپا کردن، اماممو وا کردن، هر چیزی که چاپیدیم و زهر مارمون کردن، با کوکتل و اختشاش جیگر ما رو